سلام. میگن منصور حلاج رو که میخواستن دارش بزنن آوردنش وسط میدون، بستنش، به همه دستور دادن هر کی دستش بگیره بزنه تو سر و کله منصور حلاج. هر کی از راه رسید یکی سنگ زد، یکی بلوک زد. منصور داغون هیچی نگفت. یه شیخ شبلی از این بغل داشت رد میشد، گفتن یه سنگی گرفت اینم زد به سر منصور. میگفتم منصور شروع کرد به داد و هوا کردن، اصلا یه جوری که انگار تمام این دردایی که از تو سنگ و کلوکایی که خورده از همین یه دونه. ازش پرسیدن چی شد تو از صبح این همه سنگ و کلوک و تیکه آجر رو همه چی بهت زدن صدایی از تو در نیومد؟ گفت آخه اونایی که منو زدن اونا منو نمیشناختن، من کی بودم، من چی بودم، ولی این یکی رفیقم بود، میشناخت من کی بودم. آدم از خودی بخوره بده. آره رفیق.